سلام و خوبخورای عزیز، به پیج خوش آمدین. میخوایم که از امروز غذای سخت مثل مندور فامیلی با هم پخته کنیم. به فامیل کمک کردم تا یاد بگیرن با ما چی کار کنن. قسمی که میبینین آرد داریم، تخم مرغ داریم، شیر داریم، ماست داریم، آرد حلک میکنیم. ایچی مسکر نشان دادم. ماست و مسکر با هم انداختم داخل آرد. کمی شیر میندازیم. تخم مرغ آیسته اضافه میکنیم که خمیر مصاف نشه. اندازه منظم زیر ویدیو و به آخر ویدیو حتما مینویسم، توجه کنید. آن خمیر آماده هست که به استراحت بدیم. خمیر میگذارم داخل ظرف چینی دوباره و استراحت میدم. خمیر داخل ظرف چینی که گذاشتین حتما داخل یک پلاستیک کنین و وقتی داخل پلاستیک کردین روی حتما یک گوله بپوشانین. 1 ساعت استراحت بدین و بعد از 1 ساعت استراحت خمیر برمی دارین و دوباره 15 دقیقه وزن میدیم. آل زباله میکنیم به اندازه های منظم و داخل پلاستیک قرار میدیم. اینجا قراره که میبینیم آقایون وظیفه از ماشین کشیدن به عهده داشتن و فرم دادنه و من وظیفه سرخ کردن به عهده داشتم. و قسمی که میبینین در ویدیو دخترک من وظیفه شکر پاشیدن به عهده داره. قسمی که میبینیم گوشفیل تمام شد بخیر و آماده خوردن است. نوش جان، حتما امتحان کنید. مرسی که با من همراه بودید. لایک، شیر، سابسکرایب. از یاد شما عزیزانه رو به ادامه ویدیوهای بعدی.